دنیایی که گاهی عشق رو فراموش می‌کنیم، کتابی به دست من رسیده به نام تو هم برای من شبیه شمس تبریزی. کتابی از جنس دل، از صداقت نگاه شاعر. پروانه منصوری‌ها عزیز با زبانی سرشار از لطافت و واژه‌های سرشار از عشق تو کتاب عاشقانه خودش که به همت انتشارات بین‌المللی و رتبه اول حوزه مشق شام رسیده، همه ما رو به یک سفر شاعرانه تو کوچه پس کوچه‌های دل می‌بره. تو این کتاب شاعر طوری با کلمات بازی می‌کنه که انگار خودت نویسنده شعرهای کتاب. اشعارش اونقدر به دل نزدیکه که انگار قصه دل خودته. خب بریم با هم یکی از شعرهای زیبای این کتاب رو بخونیم. پروانه منصوری‌ها عزیز تو این شعر چقدر زیبا اجبار به دوری و نادیده گرفتن معشوق رو به قلم می‌کشه. چشم من تا میتوانی از نگاهش دور شو. خوب میدانم که زیبا هست اما کور شو. دور او را خط بکش حتی فراموشش بکن. قید چشمش را بزن حتی شده مجبور شو. گرچه در پیراهنش آرام میگیری فقط لطف کن دیگر برایش وصله ناجور شو. در لبت طعم عسل گرچه فراوان ریخته لطفاً از اینجا به بعدش لانه زنبور شو. عاشقش باش و از اینجا عکس او را بوس کن پیش چشمانش ولی تصویری از هاشور شو. گرچه میدانم تحمل کردنش ناممکن است در مذاقش خواهشاً مانند آشی شور شو.